نه نجیب کسفروش باش که خوب سعی واضح به کتت گپ بزنم مثل رفیق باره. تو خانم پشمی هستی که فهمیدی از ترس کنید رفتی ترکیه. کدام روی موی پیش من نداری. تو موی چی میکنی؟ سر چی میکنی؟ زیر چی میکنی؟ مردم سر زیر میتراشه مرد باره میگرده. من شنیدم که تو خواهش مویایت از من کردی. من چی کنم موی؟ نفر پشمیره من چی کنم؟ من پشمیره خوش ندارم خره گوخور خره یال داره. که طریق ترکیه کتم گپ دیه. فهمیدی نجیب؟ دیگه بچیم بیسوری نکن. خودم بشناس مردم چهار طرفتان بشناس. که مردم میشنوه که تو چی میگی چی بد میکنی. تو چندان آدمی نیستی فهمیدی. به نام افغانی رفتی اینجا افغانی رو تهدید میکنی. تو بی‌ناموس پدرنلد. ما خب خبر دارم که تو این یک مردگه هستی که تو این بروتایت. خوب صحیح خبر دارم که یک مردگه هستی به نام یک بچه شمالی. در ترکیه نمالی مردگی میکنی. از این مردگی تنخواه میگیری نمالی شیشتی همونجا حتر سکنیت دیگه کسی رو دو نزن. تو خواهد به قیافت معلوم است که کونی هستی که از ترس کونی رفتی ترکیه گوز زده میگردی چهار طرف. دیگه گفتنی ندارم. یک ذره انسان شو اگه سیال بودی همه قبست است. اگه دیگه دیدم از طریق اینترنت که بیسوری کردی باز به حسابت میرسم. دیگه خواهشه یالایت از من نکن که گرفت فامیلی تایتام میبرم سرتام میبرم. تو مرا نشناختی. من میراغا هستم. من میراغای سالنگ هستم. سالنگ زیبا. گدایگر هم نیستم. مسلی هم بدرگ هم نیستم. از پشتی خان هستم. تو را واری مردگی کده نگشتیم تاله. تو را واری از ترس کونم ترکیه نرفتیم. تنخواه بگیرم میشینم یا امریکا را برم یا رفته باشم. تا ترکیه رفتنی بیاد در لینک من. تا ترکیه رفتنی مسجد خارجی ساختنی بیا موزیر این تو جوان خود بساز که دلار هم بتید تو من هم مارکم پاونام استرلینم دکنی تا میخده نامت نجیب مانه پیشینه تو شیای بیا تنخواه بگی. مامان خدا